6 رکورد باشگاه پرسپولیس که هیچ تیمی نداره. لایک و سابسکرایب رو بزن تا بهت بگم. پرسپولیس با 16 قهرمانی لیگ پر افتخارترین تیم ایرانه. 2. ارتش سرخ رکورد تاریخی 43 بازی بدون شکست توی لیگ فوتبال ایران رو داره. یعنی تقریبا 2 فصل متوالی حتی یک باخت هم نداشته. 3. پرسپولیس رکورد بیشترین سگانه تاریخ فوتبال ایران رو داره و تا حالا 3 بار موفق شده توی یه فصل قهرمان لیگ برتر، جام حذفی و سوپر جام بشه. 4. پرسپولیس تنها تیمیه که 5 فصل متوالی قهرمان لیگ برتر شده. این شاهکار حتی برای تیم‌های اروپایی هم چیه؟ قفله. 5. پرسپولیس بیشترین لژیونرهای تاریخ ایران رو به دنیا صادر کرده و معروفترین نمونه هاشم علی دایی، مهدی طارمی و مهدی مهدی‌روی بودن که توی سطح 1 فوتبال اروپا خوش درخشیدن. استقلالی تو چی داری؟ 6. طبق نظرسنجی های AFC پرسپولیس بیشترین و وفادارترین هوادارا رو داره و به همین خاطره که بهش میگن ارتش سرخ آسیا.